اما من کلا روی بلاکم و باید سعی کنم زنده بمونم. خب سلام بچه ها، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من برای اولین بار از صدام رونمایی کردم ولی فعلا نمیتونم از فیس کامم رونمایی کنم و به احتمال زیاد من پارت دوم این ماینکرافت رو با دوستانم بیام برگزار کنم. اگه لایک های ویدیو به 100 تا برسه من پارت دوم این گیم پلی رو خلاصه دیگه میام با دوستان بازی میکنم. خب حالا بزن بریم سراغ بازی. اول کاری یه نون داد که واقعا نیازم بود، کشتن میشود. حالا یه مخصو بکنیم. خب فعلا که تا اینجا خوبه. 9 تا بلاک خاک دارم. الان میتونم حداقل یکم گسترده کنم زمینمو، اینجوری بهتره چون اگه بیافتم همین وسایلام به باد میره دیگه. آره همینجوری. وسایل‌های مهممو فعلا بذارم اینجا که یه دفعه وقتی مردم بعد که خودتون میدونم. خب بریم یکم بلاک رو بکنیم که وقتی لول آها رفتیم لول بعد. فکر کنم اینجا چوب و اینا بده بهمون که وسایل و اینجور چیزا درست کنیم تا بتونیم بزنیم. چون غذام همینجوری داره تامین میشه. خوبه خیلی خوبه. ای خوب فعلا به نیاز ندارم چون غذا دارم. حالا فعلا میمونم. خب داشتیم میگفتیم که آها دیدین چوب داره میده الان. بالاخره چوب گیر آورده. برگ نده. اینو الان من میخوام چیکار؟ وای بر من. هیش نمیدونم اونو من میخواستم چیکار. خب بریم سراغ گیممون دیگه. با اون چیکار داریم دیگه؟ خدا کنه از اون نده چون الان فعلا وسیله چیزی ندارم. این چیه؟ گوسفنده؟ ترسیدم. برو اینجا نداره. خب بازم شو فعلا خوب. غذام که کلا تامینه. غذام عشق است. یه غذا پره الان. از نظر غذا که تامینم. مطمئنا غذا دیگه نیازی ندارم چون نگاه کنید همه چی دارم دیگه. غذا فقط چوبم که داره تامین میشه دیگه. آره عالیه. فعلا دارم عالی پیش میرم. آره بزن بریم. خب ها چیه بد نگاه میکنی؟ بخوابونم کف گوشت. ها چیه؟ بابا بابا وای فعلا یه کرافتینگ تیبل بسازیم چون وسایل زیادی نیاز داریم. خاک الان معمولا بیشتر خاک میاد به خاطر اینکه خاک چی میگن اسمش بود؟ خاک بیشتر میاد چون الان لول 2 به خاطر همون اول با وسایل چوبی بسازم. فعلا به بیل خیلی نیازمندم، به تبرم همینطور. غذا هم که باید تامین کنم. مثل غذا هم بگیرم. الان 3 تا نون میتونم داشته باشم که گرفتم همه رو. باید که سورم خالی کنم. بلاک از اینو نه چستم که نه چوبم هدر میره. خب اوکی شدم. الان فعلا اینا رو خالی کنم. اینا که نیاز ندارم و نه تبر که نیازه. خاک نه باید گسترده کنم یکم اینجا رو. آره یکم بزرگ کنم اینجا رو بهتر میشه. این 4 تا چوب رو بده که دور این نشونه بذارم. خب اول دورش باید نشونه بذارم که گم نکنم اینو. خب عالیه. خب یه دونه هم اینجا. خب الان مطمئنیم دیگه اون گم نمیشه دیگه. خب حالا بزن بریم سراغ بازی. چیکار کنم چیکار نکنم؟ گسترده کنم. خب
بچه این رفته اکولوژی هم میخواد به ما بده، باید اونم اکولوژی رو بکاریم که چوب بیشتر به ما بده دیگه، منظور لنگ نمونیم برای چوب و اینجور چیزا. خب بریم ببینیم که ادامه بازی چی میشه. فعلا که کم گسترده کردم، خوبه فعلا تا اینجای کار راحته. غذا هم که اوکی تامینه. خب یه تارا خوبه. بعد که برسیم به لیورهای بالاتر مثلا لیور 10 و اینجور چیزا، میخواد به ما مثلا هیزون بده، زامبی بده، کریپر بده. حتی الان امکان داره یه وقتی که شب شد باید بخوابیم، نمیدونم شب میشه یا نه، ولی میشه احتمالا. شب که شد احتمالا زامبی و اینجور چیزا بیان و ما باید یه کار کنیم که حداقل نمیریم اینجا. آره دیگه باید نهایت تلاشمون کنیم. برو بریم. نگاه کن این کلا وسایل ها خاکی میده الان. خب این گاوو خیلی به دردم میخورن، خیلی میتونم غذای بی نهایت داشته باشم با اینا. خیلی خوبن اینا، شیر میدن. شیر کاسه چجوری درست میشه؟ کاسه بلد نیستم درست کنم. وای تو رو خدا نکن. نری خودشو بندازه. اصلا خودشو بندازه رو دل نمیندازه، دادال یکم نفس تو کلش هست. هی خوبی؟ داداش نرو تو. آره تو الان نصفت کلا یه باد رو خاک بود. چجوری؟ تو چی میگی؟ پشمک. نمیتونی فرار کنی چون من اینجا. با یه هودی خیلی حفیظ. نگاه کنین تو رو خدا، نگاه کنین منطقه و نگاه. خداحافظ. شوهرتو کشتم. بسوز. بد نگاه میکنی. وای من بکنم نمیفته. البته مهم هم نیست. زیاده بهم بد نگاه میکنم.